سلام بچه‌ها، به یه برنامه دیگه از بشناسیم خوش اومدین. امروز اومدیم با هم بشناسیم سید شهاب الدین حسینی تونکابنی یا همون شهاب حسینی رو که در تاریخ 14 بهمن 1352 در شهر تهران به دنیا اومد. اون اولین فرزند خانواده‌ای است و یه برادر و 2 خواهر داره. پدرش سید فخرالدین حسینی دبیر و مترجم رمان‌های مشهوری همچون 20,000 فرسنگ زیر دریا، دور دنیا در 80 روز و کتاب نگاهی به ایران بود. مادر شهاب حسینی نیز یه امدادگر سیار بود. شغل مادرش باعث شد تا چند سالی از کودکی شهاب حسینی در خرم‌آباد سپری شه. جدی می‌فرمایید؟ شهاب حسینی در جوانی قصد مهاجرت به کانادا رو داشت و برای این کار حتی حاضر به انصراف از دانشگاه شده بود و باید خدمت سربازی رو پشت سر میذاشت. به همین منظور زمانی برای خداحافظی با دوستانش در دانشکده هنرهای زیبایی به تهران رفته بود. برای اولین بار همسرش پریچهر قنبری رو دید که این دیدار به آشنایی‌های بعدی و ازدواج ختم شد. مبارک انشالله. حاصل این ازدواج 2 فرزند پسره که اولی محمد امین پسر بزرگ شهاب حسینیه که در سال روز تولد پدرش یعنی 14 بهمن ماه 1382 متولد شد و دومی امیرعلیه که 20 مرداد ماه 1390 به دنیا اومد. نه راست میگی؟ عجب. شهاب حسینی از آغاز فعالیت خودش در صدا و سیما در اواسط دهه 70 تا کنون در بسیاری از زمینه‌ها همچون گویندگی، اجرا، هنرپیشگی و تهیه کنندگی فعال بوده. اما عمده شهرت و افتخارات اون مربوط به هنرپیشگی در عرصه سینماست. نه این حقیقت نداره. این حقیقت نداره. شهاب حسینی تحصیلات خودش رو در رشته روانشناسی دانشگاه تهران آغاز کرد، اما از همون دوران یعنی در سال 71 و در سن 19 سالگی به بازیگری علاقه‌مند شد و با حضور در کلاس‌های استاد سمندریان ظرف 1 سال تمرینات مختلفی برای دستیابی به فنون بازیگری در پیش گرفت. او همچنین در دانشگاه با بچه‌های دانشکده هنر از جمله پارسا پیروزفر و یوسف تیموری به تمرین تئاتر می پرداخت. در همین دوران چون عموش مقیم کانادا بود با هدف مهاجرت پس از 2 سال تحصیل از دانشگاه انصراف داد و مدتی رو درگیر این موضوع خدمت سربازی شد. در نهایت به علاقه همیشگی خودش یعنی بازیگری برگشت و در همون گروه تئاتر با یکی از همکاران خود به نام پریچهر قنبری در سال 1374 ازدواج کرد. مبارک انشالله. ولی از سال 1399 شهاب حسینی و همسرش پریچهر قنبری در هیچ مکانی 2 نفره حضور پیدا نکردن و تمامی عکسای مشترکشون رو از صفحه مجازی پاک کردن که به نوعی حکم تایید به شایعات درباره طلاق خود زدن. شهاب حسینی در 21 شهریور 1401 در اکران فیلم شین با حضور خانمی به نام ساناز ارجمند در کنار خود خبر ازدواج مجددش رو به شکل رسمی تایید کرد. ساناز ارجمند متولد 1369 و آشنایی این 2 فرد بر سر پروژه برنامه همرفیق بود که ساناز ارجمند در اونجا عکاسی میکرده و بعد از ارتباط در شرکت 7 اسکای شهاب حسینی استخدام شد. فعالیت رسمی شهاب حسینی با گویندگی در رادیو آغاز شد و در سال 77 با اجرا در برنامه به نام اکسیژن پا به دنیای تلویزیون نهاد. حسینی شروع بازیگری رو در تلویزیون از سال 79 با سریال پس از باران آغاز کرد و فعالیت سینمایی خودش رو هم از سال 80 با بازی تو فیلم رخساره ساخته امیر قویدل آغاز کرد. سریال مدار 0 درجه ساخته حسین فتحی در سال 1385 آغاز اوجگیری شهاب حسینی در عرصه تلویزیون بود. او همچنین به خاطر بازی در فیلم‌های بچه‌های ابدی، شمعی در باد، محیا و دلشکسته در سال 86 مورد توجه جدی مخاطبان سینما قرار گرفت.
شهاب حسینی در سال 87 با بازی در فیلم سوپراستار به اوج محبوبیت خودش رسید و سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد جشنواره فیلم فجر رو دریافت کرد. از اون پس شهاب حسینی اگرچه در عرصه‌های مختلفی همچون اجرا، تهیه کنندگی، کارگردانی و حتی موسیقی فعالیت داشت، اما عمده کار اون در عرصه بازیگری که علاقه اصلی اون بود ادامه یافت و تونست در این زمینه به افتخارات متعددی همچون جایزه بهترین بازیگر مرد جشنواره کن در سال 2016 بشه، که البته شهاب حسینی افتخارات و آثار زیادی هم داره. بچه‌ها طبق عادت این آثار و افتخارات رو مثل ویدیوهای قبلی داخل دیسکریپشن براتون می نویسم که اگه دلتون خواست میتونید اونجا اونها رو مطالعه کنید. به پایان یه ویدیوی دیگه از بیوگرافی رسیدیم. حالا خوشحال میشم که نظرات و پیشنهادات خودتون رو با ما در میون بذارین و همچنین ویدیو رو لایک و با دوستانتون به اشتراک بذارین. و همچنین اگه دلتون میخواد ویدیوی بعدی بیوگرافی فرد مورد نظر شما باشه، کافیه که تو بخش کامنت ها با هشتگ بشناسیم آندرلاین بیوگرافی اسم شخص مورد نظرتون رو برامون بنویسین. تا ویدیوی بعدی، پس من میرم. بای.